مهندس، ما توی اون فیلمی که در واقع مشاهده یه دستگاهی باش میزان نیترات توی هندونه رو در واقع محاسبه میکردن. این دستگاه یه ذره توضیح میدید که چیه، کارش چجوریه؟ یه گجتی است که اجازه میده اگر هم خواستید ببینید، تنظیم شده برای اینکه میزان نیترات میوه‌های مختلف و سبزیجات مختلف رو بر اساس استانداردهایی که وجود داره ارزیابی بکنیم. رو این اگر دیده بشه نوشته شده که استاندارد نیترات در هندوانه معادل 60 میلی گرم بر کیلوگرم محصول هست. استاندارد ما و روسیه شبیه همدیگه است، اونا هم همین عدد 60 میلی گرم رو دارن. بذارید دیگه اینجا یه میدان عرضه سبزی صیفی هست در تهران که باری که میبینید باری که در دسترس عموم قرار داره. یه نکته رو من بگم قبل از اینکه آزمایش کنم. اگر قرار نیترات رو اندازه بگیریم باید نیترات گوشت هندوانه اندازه گیری بشه، چون پوستش تغذیه نمیشه. اما چون میخوام شرایط آزمایش همون شرایط قبلی باشه، منم فعلا روی پوست این آزمایش رو انجام میدم. این عددی است که داره نشون داده میشه، عدد 60. دوباره برای یه هندونه دیگه امتحانش کنیم. هر کدوم از این میوه‌ها رو که بخواید انتخاب کنید دقیقاً همینه. من یه میوه سایز بزرگتر رو تست کردم، یه میوه سایز کوچیک‌تر رو تست کردم. اصلا قرار نیست نیترات رو از پوست هندوانه بسنجید. اگر لطف کنید مثال میخوام بزنم، یه هندونه رو کوچیک و بزرگیش هم فرق نمیکنه برش بدید برای ما. چه؟ خیلی دقت بالایی نداره ولی به دلیل اینکه قابلیت حمل و نقل داره و میشه رو میوه‌های مختلف استفادهش کرد، بالاخره دستگاه کاربردی محسوب میشه. اگر قراره که عدد واقعی نیترات این هندوانه سنجیده بشه، گوشتش باید در آزمایشگاه عصاره گیری بشه و از طریق روش‌های دقیقی که وجود داره مورد پیگیری قرار بگیره. اما با همین دستگاه پورتابل هم ما نتیجه‌ای که داریم میگیریم این است که تلاش ما تامین غذای سالم برای مردممونه. کالایی که داره در یک میدان عمومی عرضه میشه، این کالای خاصی نیست، در یک میدان عمومی داره عرضه میشه و شهروندان محترم دارن ازش استفاده میکنن. این کالا همون کالایی است که صادر میشه و بنابراین هیچ نگرانی بابت مسائلی که گفته میشه برای مصرف هندوانه وجود نداره، مخصوصا در این فصل گرم که مردم میتونن با نوش جان کردنش لذت هم ببرن. گروه مستند جهاد.